چی طوری که شما میدونید در مسئله رایونا و قشلاق‌ها و بقیه اطرافایی که آدم‌ها هستند، شما باید حرکت کنین که یک دست باشین و عموماً کوشش میکنن که در مسئله حرکت کارش استفاده برای از MPD، KGB، پروکراتورا، آدمایی که در سمت در مسئله حاکمیت کار میکنن. اولش ما از اونا خواهش میکنم که شما قسم برای مردم خلق تاجیکستان خوردگی هستید، نه برای امامعلی رحمان. شما میدونید که همه انتخابات های تاجیکستان همش قلبکی بود، یعنی که پرزیدنت تاجیکستان ما یک دزد است، یک راهزن است که در مابین حکمداری کرده. مردم خلق تاجیکستان امامعلی رحمان آواز دادگی هم نبود. حیله امامعلی چی بود که ما شما میدونیم که زوری از طرف کارخانه ها بود، از طرف اینستیتوت ها بود، از طرف کارخانه حکومتی بود که پیش میکردن که برین مردم پیش کنیم تا حتی هم میتینگ های تشکیل کردنش. ما شما میدونیم که مردم با این راه دیگه زندگی کردن نمیتونن. برادرای عزیز گرامی، هر روز ما کوشش میکنیم در شما مثلا ویدیویی برآمد کنم، در شما گپایی را برسونم که شما مثلا زودترین وقتی بینین بفهمین که با کدومی حرکتی کار ما و شما باید پیش رفتن گیریم. اول اینکه میتینگ از کجا سر میشود شما باید تیاری بینین، به خاطر که سر شدن میتینگ ما در شما گپ نمیزنیم. هر کجایی که سر میشود از اونجا حرکت میکنه، همه مردم خلق تاجیکستان میفهمن. وقتی که محکم میشود تلفن و رادیو و همه سیستم ماس اینفورماسیون داخل تاجیکستان محکم کشید، بدانید که در کجای مردم خلق تاجیکستان برای آزادی خون ریخته است. در این حالت همه مردم باید بخیزند، از همه ولایت‌ها باید بخیزند. بدانید که امامعلی کوشش میکنه که اون منطقه را محکم کنه، نمونه خیزاندن. دوستای عزیز، ما از شما امید دارم که شما باید بفهمید که امامعلی کوشش میکرد تقسیم میکرد ولایت‌ها را، رایون‌ها را، تاجیک‌ها را، مثلا پامیر را از دیگر جا میزد یک منطقه را. به خاطر چی؟ به خاطری که مردم یک جا نشوند. این روز باید ما و شما از همه جا بخیزیم. همه مردم خلق تاجیکستان باید یک دست شوند. ما این روز فقط از شما خواهش دارم به اتفاقی شما را، یک دستی شما را، حرکت شما را و هر جایی که میتینگ شید بدانید که ما در همجا میرسیم، که جهان بینه که ما در همجا هستیم، که مردم همه جهان بینه که ما یک میتینگ تشکیل میکنیم و همه غمای مردم خلق تاجیکستان میتونیم گفته میگذاریم از اون ترس. ما امیدوار هستیم از هر یک شهروند، از هر یک پدر، از هر یک مادر، از هر یک انسان که در این وقت بی‌پروایی باید شما نکنیم، زیرا که دیگه در پس قدمی پس هم نیست، در پس یک چاه وزبین است که ما هممون میغلطیم در او چاه. برادرای عزیز گرامی، ما از شما فقط امیدوار در این هستیم که هر کاری که میکنین باید مصلحت کنین. و این خاطر از روزی سیم سرکده، دیوم سیم سرکده ویدیو زپیسای ما میبروه و همه سوالایی که شما دارین میتونین که هم طریق زیل بتین، هم طریق ویدیو ابرشینی ما که شما بفهمید و زپیسای ما را در مردم باید رسانید. امیدوار هستم از دستگیری شما، امیدوار هستم در این حرکت وزبین ترینی که مردم خلق تاجیکستان یک پای پیش میدروه برای آزادی برای هر یک عائله است. ما و شما در این دنیا کنیز تولد شدگی نیستیم. ما و شما یک فرهنگ قدیمه داریم. ما و شما مسلمان هستیم. این روز امامعلی چطوری که شما میدونید یک دفعه همین 1000 دفعه گفتگی هستم که این شیطان است، این دجال است، این دزد است، این راهزن است، این آدمی هست که نه فرهنگ داره، نه ملت داره، نه پروا داره، فقط دزدی خیچه، عیش عشرت، رقص و بازی خیچه میکنه میره. از شما خواهش دارم که هر یک شهروند تاجیکستان این روز باید حرکتش خیچه کنه. رحمت برادر عزیز، آباد باشیم، بخشبخت باشیم و انتظار شوین دیگه برآمدهای ویدیوی ما را چطوری که ما در این روز شما را گپ زدیم. اینا نمبر میشن 1 2 3 که ما هر سوال شما را کوشش میکنیم جواب بدیم. از شما خواهش داریم همه سوالاتون به طریق میتونین که زیلویی هم رای کنین سوالتون و میتونین که به طریق اسکایپی هم روان کنین
که ما همه این سوالا را یک تا به یک تا در شما جواب بدیم که در کدام حالت چی نمود حرکت کنید و همه این سوالهای شما ویدیویی میبروید، هم زلوگی میبروید هم ویدیوگی میبروید که هر یک شهروند تاجیکستان هر روز میتونه که در 20 سوالش جوابشو بگیره. رحمتی کلام برادر، آباد باشین.